قماربازان را بشناسید. برادر تیجی یا همان مظفری که همه شما او را میشناسید. اینها کسانی هستند که جوانان مسلمان را به کار حرام دعوت میکنند، به گناه کبیره دعوت میکنند که حرام بودنش با آیات قرآنی ثابت است. کنکورس هایی که اینها تشکیل میکنند همان قمار حرامی است که در قرآن ذکر شده است. فقط نامش را عوض کرده اند و خلاص. کار حرام با عوض کردن نامش هرگز حلال نمی شود. خداوند در آیت 90 سوره مائده قماربازی را پلیدی و از عمل شیطان خوانده می فرماید که از آن بپرهیزید تا رستگار و کامیاب شوید. خداوند در این آیت قماربازی را در برابر بت پرستی و شراب نوشی قرار داده است. این قدر گناه بزرگ است. قمار بازی است که در آن برد و باخت است. پول داده بلیت میخری ولی چیزی به دست نمیاری و یا گاه ها چیزی به دست میاری. معنای قماری که در قرآن ذکر شده است همین است. شما را به خدا آیا کنکورس هایی که شما تشکیل میکنید یا از آن بلیت میخرید چنین نیست؟ گاه بلیت میخرید و چیزی به دست نمیارید، مگر همین طور نیست؟ قمارباز نه تنها اون کسی است که چنین کنکورس ها را تشکیل می کند، بلکه کسانی که بلیت میخرند آنها هم قمارباز هستند، بلکه قماربازان اساسی همین ها هستند. شما تصور کنید اگر کسی از اینها بلیت نخرد چگونه اینها کنکورس تشکیل می کنند؟ همه آنها قماربازند و مرتکب گناه کبیره هستند. مخالف حکم خداوند عمل می کنند که دیر یا زود نحوست این گناه بزرگ بر سرشان بلای بزرگی رو می آورد. قماربازان نامحترم، آیا شما می دونید که پیامبر خدا درباره شما چی فرموده اند؟ اگر شنوید حیران می شوید. در روایت بخاری آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر او باد می فرماید زمان می آید که مردم پروای نمی کنند که از کدام راه پول به دست می آورند، از راه حلال یا از راه حرام. بله، واقعا این حدیث بر شما راست می آید که قماربازی می کنید و از راه حرام پول به دست می آورید ولی پروای ندارید که حرام می خورید. پس این را یقین بدانید که همان مردمی که پیامبر خدا درباره اشان پیشینگویی کرده بودند شما هستید و ما شاهد آن زمان هستیم.